شما به من 3 تا شاخص بده که من پدر و مادر خودم اول متوجه بشم، بعد به بچه بگم ببین تو اصلا مثلا رابطه دختر پسر چرا بده؟ به خاطر اینکه هیچ کدومش به اون رابطه ماندگاره نمیرسه. تمام پدر و مادرهای دنیا از حضرت آدم و حوا گرفته تا 100 نسل آینده بچه هامونو یکی از این 4 مدلی که من الان میخوام بگم تربیت کردیم، یا نهایت ترکیبی از اینا. 1 یا سبک ما سبک استبدادی بوده، زور، فشار، جمع، بشین، نکن، نگو، ببند دهنتو، خفه. این سبک استبدادیه. سبک استبدادی چه سبکیه؟ محبت پایین، کنترل بالا. بچه جرأت نداره اظهار وجود کنه. میگیم قدیما بچه ها جرأت نمیکردن جلو پدر و مادر پاشونو دراز کنن. قدیما بابا میگفت مثلا بمیر بچه میمرد، تا صبح سر پا با مثلا. آقا این سبک دیگه نیست، نسلش منقرض شده. اتفاقا سبک بدی هم هست. چرا؟ این خدا رحمتش کنه آقای محمد علی کشاورز تو فیلم پدرسالار بود، تاخ تاخ تو بشقابا راه میرفت، دوست داشت همه بچه‌ها تو ساختمون باشن. آقا این سبک تمام شده، وجود نداره. سبک استبدادی رو بندازیم کنار. 2 تا ویژگی داره: محبت توش پایین، کنترل بالا. پدر دستور میده، مادر دست، بچه بدبخت نمیتونه نفس بکشه. این که یه سبک داریم، سبک سهلگیرانه، راحت میگیریم، سهل میگیریم. محبت بالا، کنترل پایین. بچه میاد از بیرون، غذا چی داریم؟ مثلا آبگوش. من آبگوش خوشم نمیاد، زنگ میزنه پیتزا میارن. نمیدونم با کوله میره با کی برمیگرده، با کی عوض کردی؟ دوست داشتم با دوستم عوض کنم. نه اطلاعاتی از مدرسه میده، نه پدر و مادر میدونن دوستاش کیه. مدل موشو با سلیقه خودش کوتاه میکنه، با ما حرف نمیزنه. مهمون میاد میره تو اتاق، ما میخوایم بریم مهمونی، میگه من با مهمون حال نمیکنم. به قول خودمون کویته. این سبک بچهای بسیار جسور، گستاخ، بی‌ادب، بزهکارای اجتماع. یه سبک هم داریم که به قول معروف سبک طرد کننده است. تو سبک طرد کننده نه محبت هست نه کنترل هست. باورتون نمیشه آقای دکتر، من یه مراجعه خانم داشتم میگفت 2 تا پسر دارم، آرزو دارم جنازه هاشو برا من بیارن. میگفتم کجان؟ میگو 2 سال ازشون خبر ندارم. گفتم چی کار میکنن؟ میگو من هیچی نمیدونم. اما بهترین، قشنگترین، لذت بخشترین، عمیقترین، اثرگذارترین سبک اقتداریه. اسمش رو خودشه، اقتدار. کنترل بالا، محبتم بالا. بچم رو به موقع میبوسم، بغل میکنم، با شوخی میکنم، باش حرف میزنم، اما کنترلش هم میکنم. اجازه نمیدم همه چیز طبق نظر بچه من پیش بره، اما شرطش اینه که من اول با محبت شروع کنم. من عاشق شخصیت آقای دولابی هم هستم، حاج آقا دولابی، روح شاد. یه جمله خیلی قشنگ، من یه صبحانه صبح جمعه پیشش بودم، خیلی باحال بود اون صبحانه. آقای دکتر خوش به حالت. من خیلی شخصیت برام دوست داشتنی. یه جمله خیلی قشنگ میگه تربیت 10 قسمته، 9 قسمتش بر عهده مادره، 1 قسمت بر عهده پدره. دقت کن جمله رو. میگه تربیت 10 قسمته، 9 قسمتش بر عهده من مادره، 1 قسمت بر عهده شما پدره. حالا آقایون اینجا یه بادی به قبقب میزنن، میگه خانم دیدی 9 قسمت برگردن توه. پس اگه بچه خوب از آب در نیومده تو نتونستی خوب تربیت کنی. نه عزیز دلم. میگه درسته 9 قسمت بر عهده مادره، 1 قسمت بر عهده پدره. اون 1 قسمت سواره بر این 9 قسمته. اون 1 قسمت مهمتره. میگیم چیه؟ میگه اون 1 قسمت پدر مادر رو دوست داره، به مادر احترام میذاره، از مادر قدر شناسی میکنه، فرهنگ سپاسگزاری رو بلده و به بچه ها میگه که مادر نور خانه است. چقدر اون خونه قشنگ میشه. پدری که مادر رو دوست داره. من همیشه میگم، حالا من که من اوپن صحبت میکنم، متاسفانه یه اشتباهی که کردن تو تلویزیون که من میرم میگن خانم دکتر خواهش میکنم در مورد بوس و بغل و اتاق صحبت نکنید. میگم یه سوال، چرا ما میتونیم در مورد دعواهای زن و شوهر صحبت کنیم؟ پدر و مادرها، حتی من که هیچ پدر و مادری نمیتونه بگه بچه من دعوای ما رو ندیده. پرنیان دعوای من و محسن رو دیده، قهر من و محسن رو دیده، ناراحتیمون رو دیده. آقا وقتی بچه من روزهای ناراحتی پدر و مادر رو میبینه، چه اشکالی داره که روزهای معاشقم ببینه؟ چقدر لذت داره پدر از بیرون میاد مادر رو عاشقانه بغل کنه،
ببوسه، نوازش کنه، تشکر کنه. مادر کنار سینک ظرفشویی داره ظرفش رو از پشت بغلش کنه. اگر پسر من رفتارهای معاشقه پدر رو با مادر ببینه، خودش فردا همین رو برای دختر مردم اجرا میکنه. اگر دختر من ببینه من وقتی پدرش میخواد بیاد خونه میرم دوش میگیرم یا تعارایش میکنم، لباس مرتب میپوشم، فردا همین الگو رو برای پدرش اجرا میکنه. دختر من میبینه من تو خونه شلخته، ژولیده پولیده، یه تیشرت پاره پوره پوشیدم، موهامم الکی با یه کش اینجوری بستم، درازم کشیدم روی زمین یا کاناپه، اصلا انگار بابا اومد، فردا این همین میشه. یه جمله دیگه میگه حاج آقا دولابی، میگه بچه‌ها اونی نمیشن که ما میخوایم، بچه‌ها اونی میشن که میبینند. بچه‌ها چی میبینن؟ بچه‌ها عشق ورزی میبینن، بچه‌ها محبت میبینن، بچه‌ها شور و شوق میبینن، بچه‌ها علاقه‌مندی منو به همسرم میبینن، علاقه‌مندی همسرم رو به من میبینن، این همین میشن. خیلی تربیت سخته. من به نظرم آقای دکتر بیایم اینجوری بگیم شیوایی فرزند پری، بگیم اول من باید خودم رو تربیت کنم. من خودم که تربیت بشم، دختر من، پسر من غیر مستقیم تربیت می شود.